به نام الله بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از علامات بزرگ قیامت دابت الارض است. دابه جانور میگن. جانوری را الله تعالی در زمین پیدا میکند یا اصلا پیدا شدگی است. او را بیرون میکند، یعنی آشکار میکند. و این دابه چی است؟ الله تعالی بهتر میداند. از صفات این چیزی نگفته است چه جانور است، نه از شکل او، نه از رنگ او و نه از قد و قامت و قدرت او. از این چیزا چیزی در کتاب و سنت ذکر نشده است. فقط به نام دابت الارض ذکر است. و چیکار میکند؟ فقط از همون وظیفه او ذکر است که تکلمهم، همراه مردم گپ میزند و نشان میگذارد که این شخص کافر است و این شخص مسلمان است. این دابت الارض در وقتی که مردم در نهایت فساد قرار دارند و معاصر زیاد شدگی است و بدترین مخلوقات در روی زمین زنده میمانند، بعد این جانور را الله تعالی بیرون میکند و با مردم گپ میزند. ای اهل جنت است، ای اهل دوزخ، یعنی ای کافر است، ای مسلمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.